نیتش نادرسته. مردم بدمست میشود، بی‌معنی میشود، امور طلاق جنایت زیاد میشود، لیکن توانای خداوند حجت او را میبره. خدای رفیق اگر حجت او را نبره خدا میشه میزنه. خدا بزرگه. چرا میگن اینقدر ایو سرمایه دارن؟ خدای رفیق خدا میتونه در این اجازه ابلیس نیست کنه، لیکن نمیکنه. چون خدا اگر توانایی داره حجتش هم میبره که نمی تا کجا میروه، تا کجا میروه. انسان‌های اصلا در همه دنیا که وان از تدریجهم میگه درجه به درجه بلند شدن حیران میشی. چرا شوخی نه اینو نه کسل میشن نه بیمار میشن. این افلاسی میگه قپیش میرم. خداوند میگه استدراج اینه که باید درجه به درجه به لعنت من نزدیک شدیم. شما میگه این کار دارم، میگه شما فریب نخورید، شما با عقل که عاقبت همین را بدید کجا میروند میرسن. تش تجارت توانایی ایش اراده